در آب دعا یا ягон сура оят ҳаст این минной барои ҳами дар об хонда дуо кардан барои шифо талаб кардан ҳами хеле ягон ҳадис омодагӣ бошад. عمومی قول الله تعالی هست که الله تعالی میگه که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما قرآن را نازل کردیم، قرآن شفا هست. وقتی که با آب میخونید، آب همه خیلی صفت دارد که سخن به خودش قبول میکند. خاصتا نزدیک شده وقتی قرائت میکنید، آب اگر حقارت کنیدم آب طبیعتی آب تغییر مگر لابراتور در لابراتوری همین آب تحلیل کنند، آبی که حقارت شنیده است یا آبی که سخنی نیک شنیده است یا آبی که هیچی نه سخنی نه نیک شنیده است نه سخنی بد، فرق میکند. یعنی آب برای خودش گپ میگیرد. او خوبت آب بگو میگن کو آب همین خیلی قابلیت دارد. وقتی که چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم که توی از سخن گفتی که به حضرت عایشه حضرت صفیه غیبت کردن، گفتن که با دستشون خیلی اشاره تحقیر کردن که باید زنک پستک است اون طرفش. یعنی اینقدر این زنک به اهمیت داده، یعنی زنک قد پستک است. نگفتن به زبان، دستشون که گفتن، دستشون که اشاره کردن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لقد قلت کلمتا، در حقیقت یک کلمه را گفتی که اگرچه با زبان نگفتن لیکن به منزلت گفتن است. بنابراین الله تعالی که ویل للمکذب ویل لکل همزه لمزه، ویل باد یعنی دوزخ باد به هر یک آدمایی که همزه لمزه با قاش و چشم و لباشون آدمای مسخره میکنند. اون به گفته با قاش و لباش مسخره میکنند، دهانش که نگودم الله برای میان ویل گفت، یعنی دوزخ باد گفت، آدمی مسخره کننده را. و حضرت عایشه هم وقتی که با دستشان تحقیر کردن حضرت صفیه را، پیامبر علیه السلام گفتند که یک کلمه را گفتی که اگر با آبی بحر آمیخته کنی آبی بحر را بی‌مزه میکند. آبی بحر تغییر مییابد. گپی گنده اگر با آبی بحر آمیخته کنی، آبی بحر چه خیلی کلان است، همین آب بی‌مزه میکند. عکسش مفهومی مخالفه. اگر گپی نیک باشد آب با مزهش شیرین تر میکند. بنابراین وقتی که با آب ما قرآن میخوانیم، آب همین قبول میکنه برای خودش. بنابراین وقتی که آب مینوشید انشاءالله شفا هست. و ما ادراک انها رقیه، تو از کجا میدونی که سوره فاتحه رقیه هست؟ یعنی خاصتا سوره فاتحه رو با آب خواندن از تجربه علما، فهم علما از همین آیات و حدیث ها همین بود که مثلا علامه ابن القیم در کتاب طب نبوی و در دیگر کتاباشون گفتن که وقتی در مکه بیمار شدم نه طبیب بود و نه دوا، نه دارو بود و نه دکتر، خودم با آب زمزم و با سوره فاتحه تبابت کردم. در ابتدای کتاب مدارج السالکین هم گفتگیان در مقدمش. یک نمود معجزه های شفای دیدم، نه طبیب است نه دارو، با سوره فاتحه و با آب زمزم خودم تبابت کردم. عجایبات رو دیدم. بنابراین یعنی تجربه علما هست. فهم علما از قرآن و سنت همین است که با آب قرائت کردن قرآن درست است. بله.